این تاریک ترین استاندارد زیبایی بوده که وجود داشته. توی دوره ویکتوریایی فشار استانداردهای زیبایی به قدری عمیق و شدید بود که خیلی از زنها برای وزن کم کردن تخم انگل می‌خوردن و اینجوری انگل کرم نواری توی بدنشون رشد می‌کرد و تمام غذایی که اونا می‌خوردن رو می‌بلعید. خیلی اوقات کرم‌ها بسته به نوعشون بین 3 تا 10 متر توی بدن رشد می‌کردن و موقعی که زمانش میرسید که این موجود رو از بدنشون در بیارن، خیلی ها دقیقاً همون موقع میمردن. یکی دیگه از ملاک‌های زیبایی داشتن پوست رنگ پریده و سفید بود. به همین خاطر خیلی از زنها به عمد خودشون رو به بیماری سل مبتلا میکردن تا رنگ پریده به نظر برسن، یا بیسکویت ها و شیرینی هایی رو میخوردن که پر از مواد شیمیایی واقعاً خطرناک بود که باعث اعتیاد و حتی از کار افتادن اندامهای داخلی بدن میشد. برای داشتن چشمهای اغواگر و فریبنده از سم گیاه بلادون به عنوان قطره چشم استفاده می‌کردند که مردمک چشم رو گشاد می‌کرد. خیلی از اوقات نهایتاً باعث نابینایی و مرگ می‌شد. و نتیجه چی بود؟ نسل کاملی از زنها که در سکوت زجر می‌کشیدند فقط برای اینکه شبیه استانداردی بشن که وقتی از بیرون بهش نگاه می‌کنیم به معنای واقعی دیوونگیه. اینجا عجیب‌ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف می‌کنیم. پرشن فلسرودون